عزیزان قدر یک دیگر بدانید، اجل سنگ است و آدم مثل شیشه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. برادران و خواهران عزیز، یکایک دوستانتان را مورد توجه قرار دهید و خوب بنگرید که آیا در میان آنها چنان کسی هست که در روز قیامت از دوستی با او اظهار ندامت و پشیمانی کنید و بگویید که ای کاش من فلانی را به دوستی نمی گرفتم و با او دوستی نمی کردم. چطوره که خداوند متعال در آیه 28 سوره فرقان از حال دوزخیان خبر می دهد که در روز قیامت می گویند: استعیذ بالله یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یعنی ای کاش من فلانی را به دوستی نمی گرفتم. همچنین توجه کنید که آیا همه دوستان شما چنان هستند که دوست داشته باشید تا در روز قیامت با آنها برانگیخته شوید و همراه آنها باشید؟ چرا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده اند: المرء مع من احب، رواه البخاری و مسلم. یعنی هر شخص با کسی خواهد بود که او را دوست می دارد. یعنی اگر با مردم خوب و صالح دوستی کردی، همراه آنها محشور می شوی و داخل جنت می شوی. اما اگر با بدان و بدکاران دوستی کردی، همراه آنها محشور می شوی و همراه آنها به دوزخ می افتی. نیز باید توجه داشته باشید که آیا از دین و دینداری تمام دوستانتان راضی هستید یا نه. این فرموده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از شما پوشیده نماند که فرموده اند: المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل، رواه احمد و ترمذی و ابو داود. یعنی هر شخص بر دین دوستش می باشد. از این رو هر یکی از شما بنگرد که با چه کسی دوستی می کند. البته این را هم باید بدانید که دوستان شما از کدامین گروه هستند. از عطر فروشان و دارندگان مشک و خوشبویی یا از آهنگران و دمندگان دمه آهنگر؟ شما به این فرموده رسول خدا صلی الله علیه و سلم که درباره همنشینی نیک و بد مثال بیان فرموده اند خوب توجه کنید. مثل الجلیس الصالح و السوء كحامل المسك و نافخ الكير، رواه البخاری و مسلم. یعنی مثال همنشینی خوب و بد مانند دارنده مشک و دمنده دمه آهنگر است. یعنی دارنده مشک و خوشبویی و مثل همنشینی نیک است که اگرچه از عطر و خوشبوییش به تو ندهد، البته بوی خوشش به مشام تو میرسد. یعنی رفتار و گفتار نیک او البته بر تو اثر می کند که در نتیجه تو هم نیک و صالح می شوی. اما وقتی با آهنگر یا دمنده دمه آهنگر همنشین شدی، البته از ضرر او در امان نیستی. وقتی در آتشدان می دمد، پاره های آتش به هر سو می پرد و البته خواه مخواه آن پاره های آتش به تو هم می رسد. و انا همین است مثال همنشین بد که خواه مخواه رفتار و گفتار بد او بر تو اثر خود را می گذارد و در نتیجه تو هم بدکار و بدرفتار می شوی، العیاذ بالله. زمانی که انسان دست از معصیت و گناه بکشد، باز هم دوستان بد او را رها نمی کنند، چون که دوستان و همنشینان اثرگذاری زیاده بر رفتار و منش انسان دارند. این اثرگذاری در دوران جوانی بیشتر و نمایانتر است. در این دوران است که بسیاری از افراد توسط دوستانشان به بیراهگی و به گرداب فساد کشیده می شوند.
چقدر خواهران با عفت و پاکدامن به سبب همین دوگانه های ناباب و فاحشه‌گری و تنفروشی عادت کردند و چقدر آنها به بینمازی و بی‌حجابی عادت کردند. چقدر برادران نیک و صالح به سبب همنشینان بدکار اسیر دام مواد مخدر و نوشاکی های اسپریتی شدند و چقدر آنها به دزدی و زناگری و حتی به قتل و کشتار دست زدند. از همه بدترش دوستان اینترنتی است که خیلی خطرناک هستند که حتی دختران با شرم و حیای درون خانه را هم به فساد اخلاقی و به بی‌حیایی کشیده اند. در شبکه‌های اجتماعی بعضی نفران بدکار هستند که با دختران دوستی برقرار کرده با سخنان خوب دوستی را آغاز می کنند. خواهر گفته با نهایت ادب سخن می گویند و بعد از آن آهسته آهسته به نوشتن سخنان فحش و روان کردن رسم و نوارهای فحشا آغاز می کنند و به همین طریق دختران را به فساد اخلاقی و به بی‌حیایی می کشند. همه اینها نتیجه دوستی با بدان و بدکاران است. شاعر چی خوب فرموده است: تا توانی می گریز از یار بد، تا توانی می گریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنها تو را بر جان زند، مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. والسلام على من اتبع الهدى. يا زهور الروض ميدي، أسمعي ليلي نشيدي، واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي، وله اللحن أعيدي. يا زهور الروض ميدي، أسمعي ليلي نشيدي، واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي. يا زهور الروض ميدي، أسمعي